امروز در خدمت یکی از بچه‌ای هستیم که متقاضی افزایش قد بودن و البته در کشور ترکیه عمل شدن. 18 ساله، قد اولیه 153 سانتی متر بوده. ببینید یه نکته مهمی که در ارتباط با این کیس ما داریم این هستش که ایشون هم توضیح میدن بعد از عمل هیچ آموزشی داده نشده و پیگیری هم نکردن، حتی بعد احوال ایشون رو هم نپرسیدن. نتیجهش این میشه که ما الان با یک محدودیت حرکت مفصل، جابجایی مفصل زانو، عرض کنم خدمتون ضعف عضلات و اختلال در امتداد اندام داریم. خب اینا هر کدومشون تصحیح کردنشون کلی کار داره. الانشون توان راه رفتن رو به خوبی نداره، اصلا زانو خمه، به جلو خم میشه. بعد بسیار هم تنظیم مجدد این کار سختی هستش. بسیار عالی. دکتر جان الان اشاره کردید دامنه حرکتی مفصل هم کم شده. بله الان میتونیم نشون بدیم. شما میتونید حرکت بدی پاتو ما ببینید چقدر زانوت خم میشه، صاف میشه. خب بالاتر بیار. دیگه نمیشه. چقدر خم میشه؟ تا همینجا بیشتر نمیره. این یکی رو میشه امتحان کنیم. حالا خم کن. خب محدودیت داره دیگه. عضلات ضعیف شدن، امتداد کاملا مشخصه که مشکل پیدا کرده. بعد چرخش محوری هم داره که واقعا تنظیم اینا سرعمل خیلی کار سختیه، ولی انشالله انجام میدیم. و خصوصا دکتر جان این جابجایی در واقع به سطح قدام اومدن، اگر از پهلو ما فیلمو بگیرن بچه‌ها، الان یه مقداری ساق به سمت عقب جابجا شده. ببینید توی افزایش ران اگر ما مراقب فیزیوتراپی نباشیم یکی از عوارضش میتونه همین باشه. یه سابلاکسیشن زانو داریم که خود این داستان مفصلیه، درمانش خیلی سخته. البته ما خیلی امیدواریم دخترمون انشالله به وضعیت عادی برگرده و شاهد دویدن و پریدن و راه رفتن نرمالش هم باشیم، ولی راه سختی رو باید بریم چون انصافاً یه مقدار زیادی کمکاری شده براش. می‌خوایم حالا فهرستوار مشکلات ایشون رو بگیم. یکی کاهش محدودی حرکت زانوه، دامنه حرکتی، جابجایی سطح مفصلی. ببینید الان خیلی آروم این تا اینجا بیشتر نمیاد، بالا هم هر طوری خودت میتونی بیاد، از این برم اینجا بیشتر نمیاد. محدودی حرکت زانو کاملا محدود شده. موضوع بعدی دیسپلیسمنت سطح مفصلی هست که قسمت انتهایی استخوان ران به جلو در واقع حرکت کرده که از نمای لترال شما میتونید ببینید. این به سمت عقب رفت. این سطح باید به این شکل باشه و این فضا رو شما کاملا میفهمید و آرزه بسیار مهمیه و نکتهش هم آقای دکتر فکر کنم به خاطر نپوشیدن بریسایی هست که بله بریس میشه، نبودن فیزیوتراپی ناکافی، عدم استفاده از بریس، همینا این مشکل ایجاد میکنه. خب مشکل بعدی اون انحرافی است به سمت ولگوس، ساق‌ها پیدا کردن، ایکس شدن. بله به صورت ایکس شده. همونطوری که اینجا میبینید ما کوتاهی همسترینگ‌ها داریم که باعث شده که الان پاشنه به زمین نمیاد و کاهش دامنه حرکتی مفصل رو داریم. چرخش انتهای استخوان ران کاملا اینجا مشهوده که آرزه بسیار مهمیه. ایشون متاسفانه یک کمپلکسی دو تا از عوارض شده و حالا انشالله درست میشه.